امروز اومدیم زمین فوتبال. شاید فکر کنید برای فوتبال اومدیم، اما اومدیم با چند تا چالش جذاب که میریم با هم دیگه انجامشون بدیم. لیتس گو. آقا چالش اول اینه که این بادکنک رو برای هم دیگه میندازیم تو دست هر کی بهتره که باخته. بریم برای چالش. یا خدا، یعنی خیلی عجیب تر از اون چیزی که فکر میکردم. آقا میخوام بندازم بالاتر، اینم میتونی کارش کنم. تا فردا باید اینجا بندازیم اینو. آیا یه جدا این نمیتره که حاجی. یا خدا یا خدا داریم بهتره این دیگه لامت کارم من کیم؟ آقا این انقدر نترکید ما مجبور شدیم با پا بزنیمش. خدا ما واسه چالش دوم به 2 نفر کمکی نیاز داشتیم. بچه‌ها دمشون گرم اومدن. بریم واسه چالش دوم. خب 1 2 3 بکش یه دستم سر میخوره. یک هیچ. عجبا بریم مرا راند 2 3 2 وایسا نکشید 3 2 1 خب 1-1 بریم برای آخرین راند. بیا اینو هر کی ببره برده. 3 2 1 باختی ولی باختی. خب آقا 2-1 بردم. تیم برنده. میریم برای انجام مجازات. آقا مجازات داشت، من یادم رفت بگم. الان خودمون مجازات شدیم. بریم برای انجام مجازات. آقا اون بطری‌ها بیا. ما باختیم چالشو، میریم واسه انجام مجازات. مجازاتشو نگفته بودم بچه‌م مجازات داره. وایسا بذار اینو در بیارم. آقا خودت برو که نگی فردا. 1 2 این عوضی. آقا کافیه. خب میریم واسه چالش بعدی. بریم بعدی.
آقا رفتیم برای چالش چهارم. چالش چهارم 2 سرعتیه. بریم که داشته کار خودمه. ولی فکر کنم من ببازم. 3, 2, 1, go! Outras. آقا مسابقه رو من باختم چون 2 سرعتیم خوب نیست. مجبور شدیم آقای فیلمبردار رو بیاریم. بفهم. من گزارشگری میکنم این راندو. شاید هم رفتم پشت صحنه چون باید دوربین رو جابجا کنیم. فیلمبردار میره. آقای فیلمبردار به جای من میره. لیتس گو. 3 2 1. مثل اینکه واقعا یکسان رفتن. باید اینو دیگه تو ادیت ببینیم. ولی من میگم یکسان رفتن. رسیدیم به جذاب ترین بخش چالش ها. از اونجایی که من میدونم کدومش میسوزونه. آقا هیچ جرزنی نداریم. هیچ جرزنی نداریم. همینا هم میزنیم. هر کی زودتر دست برد رو این آب باخته دیگه داشت. چالش ها رو تمام می‌کنیم میریم خونمون. یه دونه است. این جفتمونش هم. یه دونه است. نه یک داشت هر شد. من اصلا 10 تا خوردم ریاکشن نشون ندادم. برنده بازنده داره دیگه. خب برنده چیکار کنه؟ بازنده چیکار کنه؟ برنده قهرمانات چالش ها میشه. الان چیکار کنیم؟ بریم 3 2 1. وایسا آقا آروم عجله نداریم. نه انتخاب نکن. رندوم یه دونه برمی‌داریم. بیا. اول قیافش خوب نیست. به قیافش نمیخوره. 3 2 1 بریم. بخور نامرد. آقا ریاک نرو. من داور این بود. واقعا تنده؟ نه عداتمون بودم در میاد. به جون داشت دارم میگه. الان گریه می‌کنی. آقا من نه هنوز دست به آب نبردی. دست به آب من نمیتونم خود جوناش نمیشه. اوه انقدر سری چالش تمام کردی. اینجا دارم میمیرم. اصلا فتنه باسی گرفت. آبو بیار داشت. ادامه یکیشون. اصلا اینو امتحان نکنی. اینجا گو خور. این بازیگری خولم من. آقا اینو اصلا امتحان نکنید. خدایی بدترینشه. اصلا کدوم خودم میگم. جاش بزن. ما بدنی تندتر میشه. بازنده خیلی بد بود این آقا. آقای بازنده به خدا اگه بتونه. تا معده‌ام داره میسوزه. بدن. آقا بازنده 20 تا باید بزنه. آقا اینو یه جوری امتحان نکنید. ما هم دیگه این چالش رو نمیریم هیچ وقت. آقا ایلیا تو میری؟ فروشنده ناموزن. تو اینو میری ایلیا داداش اگه سری دومی هم باشه؟ پول توش باشه آره. روک. آقا بزن 20 شنا بزن. آقا خدایی یه دقیقه نگاه کنید. چشای آقای چشای آقا ایلیا داره میسوزه از چیز. منم چشام خدایی داره میترکه. معده‌ام داره آتیش میگیره آجی. بریم واسه آقا چالش ها تمام شد. ولی در مورد اون قضیه اون یارو ما نمیدونستیم از کجا باید سانس بگیریم. همینجوری اومدیم داخل. یارو اومد گفت برید. ما دوباره رفتیم ولی
مایوس نشدیم، رفتیم یه دونه دیگه سانس گرفتیم، بعد اومدیم داخل.